السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، اگر اهمیت داده باشین هر انسانی را که قرض بتین، اگر رفیق نزدیکتون باشه، به فکرم که او را با قرضتون میتینه و منافقش میکنین. چه خیل مثلا از حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگم و شرحش میکنم و آدمای قرض داره فعلشون برای شما نقل میکنم. دام خلاصه خودتون خلاصه ببرین و برای آدم قرضی دار رایش کنین که رسول الله صلی الله علیه و سلم آدم قرضی دار جنازه نکرد. خدا نگهبانتون باشه. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که آیت المنافق ثلاثه، نشونه منافق میگه سه تا است. یکمش اذا حدث کذب، هر وقت که سخنرانی گفت دروغ گفت. و اذا وعد اخلف، هر وقت که وعده داد خلاف وعده خودش کرد. و اذا اؤتمن خان، یعنی امانت خیانت کرد. خب وقتی که ما قرضش میتیم قول میته و امانت، یعنی پل دادیمش امانت وره پل. خلاص که وقت ساعتش که میایه زنگش میزنی، وعده میته که 2 روز پس میتمد. خب وعده خود وفا نکرد، 2 روز پس زنگش میزنی تلفن نمیبر تو. خلاص که ایبانی که میگذره در کوشه با قطعی رازبور میکنه و جنجال میکنه. یعنی زنگش میزنی یه تلفن نمیبرد، میگه به فلان جا بیاد اونجا اجداد میکنه میتمد. تو میخیزی به اونجا میره، اما او انسان نه آمده است و زنگش میزنی تلفن نمیبرداره. ایبان 3-4 روز میگذره زنگش میزنی، میگه برادر عزیز چرا فن کردی، فریب کردی، وعده خلافی کردی. میگه برای هم قپلت بیزار کردی، این قپل نیست که قفای من تا قفای ما بدوی. میگه خلاص گپ یعنی هر انسانی که کارا را کرد خصلت منافقی را در بر میکنه. الله نگهبانتون باشه. یعنی وقتی که پول گرفتن دست انسان بوسه میکنین، ابرد نه که پولش طلب میکنه پاهاتون بوسه میکنن، ناشکری کاراتون پول بر نمیگردونین. خدا هدایتتون بده و حرکت کنین، منافق نشین. هر کسی که قرض دارین، کسی که در شهر مسکو قرار دارین که سن پترزبورگ، میتونین که ان شاء الله که با کارخانه ما رو بیاین، داروها و هر چیزهای طبیعی داریم و جای حجامه هم هست. و همچنان دوستان عزیز مجنون پلوس برای انسانانی که پرستات دارن به نهایت داروی خوبه. برای انسانانی که شوا خوابش رو نمیبره، خیال میکنن که جین زدن، استرس دارن، این نمیره ان شاء الله که استفاده این برده تابلت کش میزنی اتوماتیک که ان شاء الله که خواب میبره. و دوخی یکی از بهترین دوخی است که بگیم مایده کمپکت نی که جایی که سفر کنی با همراه خود میتونی ببریش و همچنین میتونی که در ماشین بمونیش. مایده های یا رفیقت شیشت اگر هم که زد با همراهش نمیبر، فکر میکنه دوخی ارزونه، لیک بوی خوب داره. تقریبا تا 8 ساعت بوش میسته. همگی نرخ ارزان قطعی 800 روبل. میتونین که ان شاء الله خریداری کنین. میتونین که با جای ما را بیاین که با واسطه پشته به تمام شهرهای روسیه روان میکنیم و همچنین ماشینا برای پریک مخیر، برای بگیم کنتوفکای ریش، برای مویسر، برای همه چی خلاص گپ هستی. میتونین که ان شاء الله که زنگ بزنین، برادرها در خدمتن. با تمام شهرهای روسیه را با واسطه پشته روی میکنیم. السلام علیکم.